پرونده کلاهبرداری‌های جدید و هشدار به خریداران املاک. 3 سال نشسته بودیم، یه نفر اومد گفت این ملکو به منم فروخته. دیدیم به 100 خورده نفر فروخته. به گفته رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، عدم اجرای قانون حدنگار یا کاداست که موقعیت، کاربری و مشخصات ثبتی املاک و اراضی رو مشخص میکنه از یک طرف و خرید و فروش‌های قولنامه‌ای دستنویس املاک هم از طرف دیگه حالا به فرصتی برای برخی افراد سودجو و زمینخوار تبدیل شده. بخش زیادی از تصرفات و تملکات مردم فاقد سند رسمی هست و اینها همیشه در معرض اختلاف و دعوا با مجاورین هست. البته رئیس کانون سردفتران هم میگوید 40% پرونده های محاکم قضایی به جرائم مرتبط با سوء استفاده از اسناد دستنویس اختصاص داره. الان با مراجعه به ادارات اجرای سازمان ثبت اسناد و املاک کشور محتویات سند رسمی لازم الاجرا، در حالی که سند عادی اینجوری نیست. سند عادی اگر هم خواستید شما یه وقت اجرا بکنید حتما باید به محاکم دادگستری اون پروسه زیادی که خودتون میدونید طول میکشه مراجعه بکنید. اما اینجا یه نکته اختلافی وجود داره. ماده 22 قانون ثبت به ثبت قولنامه‌ها در دفاتر اسناد رسمی تاکید میکنه و این در حالیه که سندهای دستنویس غیر رسمی هنوز هم در مراجع قضایی اعتبار دارن. حالا قوه قضاییه قراره با راه اندازی سامانه ثبت اسناد غیر رسمی از جرائم کلاهبرداری، جعل سند و فروش یک ملک به چندین نفر با سند دستنویس جلوگیری کنه. از طریق این سامانه کلیه معاملاتی که بین افراد صورت میگیره اما امکان مراجعه به دفاتر ثبت اسناد رسمی رو ندارن برای انتقال رسمی سند، معاملات خودشون رو در داخل این سامانه به ثبت میرسونن. ظاهراً آمار دقیقی از اسناد دستنویس وجود نداره، اسنادی که برخی از مردم بدون توجه به عواقب احتمالی بین خودشون و به صورت غیر رسمی تنظیم میکنن. با راه اندازی سامانه ثبت اسناد غیر رسمی، رسیدگی‌های قضایی هم با استناد به اطلاعات این سامانه برای قضات ساده تر میشه. ملیحه پژمان، خبرگزاری صدا و سیما.